سلام. از قبل از نمایش انتخابات بارها گفته شد که توی این نظام تا وقتی که ولی فقیه سر کاره دیگه فرقی نمیکنه که چه کسی رئیس جمهور یا همون تدارکات چی بشه، چون در مشکلات اساسی مردم هیچ چیزی تفاوت نخواهد کرد. الان می‌بینیم که بعد از اینکه نمایش‌های روحوزی تنفیذ و منفیذ و کابینه و اون جنگولک بازی‌های جلسات تودیع و معارفه تموم شده، باز در مشکلات مردم مثل گرانی و تورم آش همون آش و کاسه همون کاسه است و چه بسا در خیلی از موارد وضع بدتر هم شده. یه قلم در همین هفته گذشته گران شدن نان رو داشتیم. الان در مورد سنگک قیمت قبلیش 3000 تومان بوده که الان شده 5000 تومان و کنجدش 1000 تومان بوده که شده 1500 تومان. نون بربری که با آرد دولتی نوع یک پخت میشه از 1800 تومان به 2500 تومان تغییر قیمت داشته و تافتون خراسانی هم با آرد یارانه‌ای نوع یک از 1000 به 1400 تومان تغییر قیمت یافته. بله، میبینیم که این دولت نیومده رحم نکرد و بخور و قشنگ از نون سفره مردم شروع کرده. حالا نون تازه یه قلمه، ولی تورم که شوخی نداره، قیمت همه چی داره میره بالا، اونم روزانه. یعنی اگر الان نخریدی قیمت دیروز دیگه برات خاطره شده. آقا وقتی صحبت از تورم میشه یعنی این کنسرو نخود 57 تومن، کنسرو نخود 47 تومن. حالا این هیچی نیست، این 3 تا کنسرو ذرت مشتری برداشته 72000 تومن، 64000 تومن، 75000 تومن. مشتری هم حالش اینجوری خرابه. مشتری هم اینجوری حالش خراب شد. توف به شرفت خامنه‌ای، بی‌ناموس. رفتم یه جعبه قرص گرفتم این آقایی، یه جعبه قرص گرفتم 506000 تومان. بر اون پدرت لعنت خامنه‌ای، بر اون پدرت لعنت. خوب قرصه هم خارجی نیست، ایرانیه. اما همه اینا یه طرف، بازی که دارن برای بالا بردن قیمت بنزین میکنن یه طرف. از هفته گذشته کلیپ های منتشر شده که جلوی بعضی از پمپ بنزین ها صف‌های طویلی از خودرو شکل گرفته بود و گویا پمپ بنزین ها سوخت به اندازه کافی برای تحویل دادن نداشتن. وضعیت پمپ بنزین‌های شمال در تعطیلات آخر شهریور، تمام پمپ بنزین‌ها هم دعوا 110 اومده دعوا رو جمع کنه. حالا مشکل چیه دقیقاً؟ چی شده که یک دفعه سوخت کم شده؟ چون فقط یک پمپ بنزین که نیست که مثلا بگیم این مشکل فنی داشته یا اونجا ترافیک بوده، نه، جاهای دیگه هم این صحنه در همین ایام مشاهده شده. با سلام خدمت قدرت اول منطقه. با اون که گفته بود زمستان سختی در انتظار اروپا هست، اینجا جایگاه سوخت کمربندی خمام، سوخت تعطیل، این بنده خدا مسافران تا اون برمجوی صف وایسادن. برق نداریم، گاز نداریم، سوخت نداریم، اینترنت نداریم، همه چی به هم ریختیم. قدرت اول منطقه دیگه. در رابطه با این سوال که چی شد که یک دفعه سوخت کم شد و اینکه این اتفاقیه یا خود به خودیه یا چی، یک کارشناسشون اومد توی تلویزیون حکومتی و خیلی ریز اعترافی کرد که شاید قضیه رو یه ذره معلوم کنه چی بوده. ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا به جای اینکه در روی سکوهای جایگاه تو شهری مثل تهران محدودیت سوختگیری مثلا ایجاد بکنه. محدودیت سوختگیری در سکوی جایگاه یعنی چی؟ برای چی؟ یعنی میخواد بگه خودشون سوخت رو محدود کردن؟ که چرا؟ چه مرضی دارن؟ ظاهرا قراره که قیمت سوخت رو بالا ببرن، منتها این بار میخوان با تاکتیک شل کن صفر کن جلو برن که یهو جرقه‌ای به وجود نیاد که عبای عظما رو بسوزونه ببره. به همین خاطر مقامات دولت شروع به زمین چینی برای گرون کردن بنزین کردن. مسئله جدی که داریم ناترازی اشاره فرمودن، ناترازی گاز طبیعی و فرآورده نفتی و گازی واقعا مسئله هست. ما امروز برای اشاره فرمودن 110 میلیون لیتر تولید بنزین داریم، 130 که ظاهرا در روزهای اخیر تا 135 رو فکر کنم درسته 140 رسید. آخر کدوم عقل سلیمی میگه بنزین رو با دلار وارد کنید بیاد لیتر 1500 تومان بفروشید؟ یکی صحبت از عقل سلیم بکنه که یه همچین رکوردی از بی‌مغزی خودش به جا نذاشته باشه. کردم عکس شماره 6 رو با جناب آقای دکتر عارف شروع می‌کنم.
این بیانگر یک دره است که در کشور ما فراوان هست و جز فکر کنم آثار بسیار زیبا و جاذب برای جذب توریست هست که خیلی متشکرم جناب آقای دکتر رضایی. برای این معدن مال سنگ آهن یا مثل که اصفهان نزدیک یزد و سمت کرمان هم است. پس این عقل معیوب میگه که خودشون بنزین رو دلاری میخرن ولی دارن ریالی میدن به مردم، اما نمیگه که اکثریت مردم هم دارن حقوق ریالی و زیر خط فقر میگیرن اما قیمت ها همه دلاریه. البته این زمین چینی برای گرون کردن بنزین رو قبل از این خود پزشکیانش هم گفته بود. هیچ منطقی وجود نداره ما بنزین رو بخریم به قیمت مثلا دلار آزاد بیایم بفروشیم به قیمت مثلا سوبسیددار. من پول گندم ندارم، پول دارو ندارم، پول نهاده ندارم، پول به اصطلاح حقوق بازنشسته رو ندارم، اون وقت بنزین رو میخوام دلاری 50 تومن میفروشم 10 تومن. کدوم منطقی این رو از ما قبول میکنه که ما داریم این کارو میکنیم؟ منطق پزشکیان که خیلی هم دوست داره با این حرکت دست اون رو بچپونه تو کله مخاطب چیزی نیست جز این که به زودی قیمت بنزین رو میخواد ببره بالا. فقط چون تجربه آبان 98 رو دارن نمیخواد این رو یک دفعه ببره بالا، بلکه هی میگه سوس منطق هم بهش میزنه تا این فلاکت عظیم رو به خیال خودش به ملت تحمیل کنه. یادمون نرفته که این همون مارمولکیه که قبل از نمایش انتخابات یه فازی داشت که اصلاً هاشا و کلا که عمرن قرار بنزین گرون بشه. قبل از اینکه وارد بحث بشم یه خبری رو از ما در رسانه‌ها پخش کردن که ما بنزین رو گرون میکنیم. ما اینجا بارها گفتیم که این کار رو نمیکنیم، ولی خب متاسفانه این رسانه‌ها کارایی میکنن که همین خبرها رو به این شکل ترمیم. هیچ منطقی وجود نداره ما بنزین رو بخریم به قیمت مثلا دلار آزاد بیایم بفروشیم به قیمت مثلا سوبسیددار. اما این جست منطق پزشکیان هم خیلی دووم نیاورد و توی شبکه‌های اجتماعی اینطور پاسخ گرفت. آقای پزشکیان به نظرتون منطقیه که خودرو رو ارزون وارد کنین ولی به 10 برابر قیمت بکنین تو پاچه ملت؟ به نظرتون منطقیه که 100,000 نفر توی خودرو سازی کار کنن که سالانه 20,000 نفر رو بکشن؟ به نظرتون منطقیه که خودروهای ما 4 برابر خودروهای خارجی مصرف سوخت داشته باشن؟ به نظرتون منطقیه که حقوق توی ایران $200 باشه؟ به نظرتون منطقیه که به خاطر حقوق پایین و شرایط اقتصادی نخبه هامون فرار کنند و پخمه ها بشن مسئول؟ اصلا اینا به کنار. به نظرتون منطقیه پول نفت ما رو هاپولی کنین بعد از ما مالیات بگیرین، بعد منت پول نداشتنتونم بذارین رو سر ما که پول دارو و گندم و اینا رو ندارین؟ و کلی سوال منطقی دیگه که به مرور ازتون میپرسیم. به جز این سوالات منطقی به نظر میاد که با این پروژه گرون کردن بنزین میخوان یه سری آقازاده ماغازاده که دارن این وسط سود میکنن رو هم در ببرن. مقامات دولتی این روزا خیلی ناراحتن که بنزین ارزون داره منابع کشور رو به باد میده. پشت پرده چیه؟ آژانس بین‌المللی انرژی میگه که 127 میلیارد دلار ایران سالانه یارانه انرژی میده. 25% میرسه به 86 میلیون نفر. فرض کنید 75%ش 96 میلیارد دلار میرسه گروه‌های خاص، فولاد، پتروشیمی، چند هزار نفری که منافع کشور رو دارن میبلعن. دولت میگه خب بالاخره ما با اینا رفیقیم، اینا خرج زن و بچه‌شون زیاده، اونور آب و زورشون هم زیاده و اینا که نمیتونم ازشون بگیرم که میرم سراغ 86 میلیون نفر. چرا مفت مجانی یه چیزی گیرشون بیاد؟ میگه آقای بی منطق به جای گرون کردن بنزین مردم اول برو سوبسیدی اون گروه‌های خاص حکومتی که دارن منافع ملت رو میبلعن حذف کن که 75% یارانه سوخت رو داری میریزی تو حلقوم اونها. یکی دیگه از کارشناسانشون هم به اون عقل معیوب میخواد بفهمونه که تو بیا جاده ها رو درست کن، مصرف سوخت خودروها رو بیار پایین، بعد میتونی روزانه تا 36 میلیون لیتر سوخت هم اینجا صرفه جویی کنی. من از خودرو شخصی استفاده نکنم باشه، کو زیر ساخت حمل و نقل عمومی؟ پس تو قیمت بنزین رو از 3,000 تومان 20,000 تومان هم بکنی، من باز مجبورم از خودروم استفاده بکنم. مجبورم، نه اینکه دوست دارم از خودروم استفاده بکنم. چرا؟ چون زیر ساخت حمل و نقل عمومی نداری. 1 2 آقا به من چه ربطی داره که خودروی من 107 تا مصرف میکنه؟ مگه من موتور خودرو رو ساختم؟ مگه من قطعاتش رو ساختم؟ خب من از ایران خودرو سایپا خریدم. مقصرش من نیستم، خودروی داره زیاد مصرف میکنه. خب مثل خودروهای دنیا 102 تا 102 لیتر
بنزین مصرف میکنه، میگه مصرف خودروهای داخلی ما 2 تا 4 برابر میانگین استاندارد دنیاست. تو بنزین رو بکن لیتری 50,000 تومان. من نمیتونم به این پرایدم بگم تو کمتر مصرف کن، چون خود بنزین شده لیتری 50,000 تومان. اون نمیفهمه، اون خودروه، ماشینه، آدم که نیست که. پس یک سیستم حمل و نقل عمومی کاملا توسعه نیافته، خودرو بسیار پر مصرف، 3 وضع جاده های نامناسب که رو مصرف سوخت اثر میذاره، نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی و نوسازی خودروهای فرسوده. اما همین کار، همین یک کار انجام بشه، روزانه طبق محاسبه بهینه‌سازیه، روزانه 36 میلیون لیتر بنزین مصرفش در کشور کاهش پیدا میکنه. بعد یه سری دیگه گفتن تازه اگر میخوای یارانه بنزین رو حذف کنی و به قیمت اصلیش بفروشی، پس دیگه جر نزن، سر فروش سایر کالاها مثل خودرو و آیفون و اینا هم دستت رو از جیب مردم بکش بیرون. هیچ منطقی وجود نداره ما بنزین رو بخریم به قیمت مثلا دلار آزاد، بیایم بفروشیم به قیمت مثلا سوبسیددار. دقیقاً هیچ توجیه اقتصادی وجود نداره که بنزینی که لیتری 20,000 تومنه رو بدیم به مردم 3,000 تومن و یارانه دولت به مردم باید اینجا از بین بره و قطع بشه از نظر اقتصادی. اما خودرویی هم که 8,000 دلاره نباید مردم 30,000 دلار بخرن. یعنی یارانه مردم به دولت هم باید قطع بشه. نباید آیفون 1000 دلاری رو بخرن 2000 دلار. نباید هم پول اینترنت بدن هم پول فیلتر شکن بدن. بله آقای رئیس جمهور، از قدیم گفتن چیزی که عوض داره گله نداره، اینو حذف کن تا اینم حذف کنی. اما یکی دیگه از مشکلات کمبود سوخت که نه اون عارف عقل معیوب و نه اون زرشکیان بی منطق بهش نزدیک نمیشن، قاچاق کلان سوخت کشور به خارج از مرزها توسط ارگانهای بالاست که اسمش رو هم جرئت ندارن بیارن. بیاد بگم اینو بررسی کنه، ببین آقا این قاچاق اصلی که داره اتفاق میفته از کدوم شهرهاست. ما خبر داریم میبینیم، شما رسانه‌ها رو سرچ کنید، کشف 2000 لیتر سوخت قاچاق. واقعا خنده داره. یعنی 2000 لیتر ما مثلا در یک استان 2000 لیتر کشف کردیم، اونو خبریش هم میکنیم، ولی ما تمام فراجع‌ها، تمام دستگاه‌های مختلف هم مقامشون رو بذارن، میزان کشفیات ما رو ببینید، بعد ادعایی که در مورد قاچاق هم صورت میگیره ببینید، یعنی بین 20 تا 25 میلیون لیتر بعضن تو جلسات هم مطرح میشه، بعد میزان کشفیات رو هم ببین، اصلا هم خانی نداره. مگه میشه؟ یعنی ما اگر اون آمار رو داریم از کجا داریم و چرا برخورد نمیشه؟ یه اشاره ریز میکنه و رد میشه. بابا 20-25 میلیون لیتر داره میگه سوخت از کشور قاچاق میشه. چجوری؟ شمایی که میگه همه چی رو زیر نظر داریم، اقتدار اینا، قطار تانکر سوخت رو نمیبینی؟ بله، چون چاقو که دسته خودشو نمیبره، وگرنه کیه که ندونه که برادران قاچاقچی سپاه به قول مموتی ستون تانکر راه میندازن و سوخت میبرن و پولش رو میارن و خرج موشک و پهپادهاشون رو از سرمایه ملت تأمین میکنند. بله، تجربه نشون داده که گرون کردن سوخت توی این مملکت که مردم همه این مارموزبازی های حکومتی رو هم شناختند، بازی با کبریت کنار منبع گازه. حالا زرشکیان هر چی میخواد زر منطق بزنه، فقط آبان 98 رو به یاد داشته باشید. همین. وقت بخیر و خدا نگهدار.